سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز 11 فوریه همراه شما. مقامات امنیتی جمال الدین محمودوف عضو ریاست حزب نهضت اسلامی و هم عضو کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان را با اتهام غیر قانونی نگه داشتن اسلحه دستگیر کردند. کمیته امنیت ملی با نشر نوار در تلویزیون دولتی گفت جمال الدین محمودوف از جمله 2 تفنگچه را در زمان جنگ شهروندی به یکی از همدهگانش در دهه چوخورک بالا در ناحیه حصار داده است و گفته است که آنها را نگه دارد. ریاست حزب نهضت اعتراف کرد که در واقع یکی از تفنگچه ها به جمال الدین محمودوف تعلق دارد. بازداشت یک عضو ریاست و مشاور رئیس حزب نهضت اسلامی در آستانه انتخابات می تواند به آبروی این حزب آسیب رساند. یک مادر 65 ساله تاجیک از پیشوایان سازمان افراطگرای دولت اسلامی در سوریه خواست که دختر یگانه‌اش را از این کشور جنگ زده برگردانند. میرم علیمووا ساکن 65 ساله شهر کلو به رادیو آزادی گفت گلرو علیمووا یگانه دخترش است و فراق دخترش او را می‌کشد. روی کنین دختر ماما من برم اونجا بسویم. من میخوام دختری من در اونجا باشم. که موز میکنم هایم رو بری اونجا. هر کس فرزند داشته باشه خودش فکر کنم من روی کنن دختر مرا. ما بعد مودم کار ندارم. دختری مرا روی کنن. شرفکان رجبوف پدر لایق رجبوف که همسرش گلرو علیمووا را به سوریه برده است میگوید بیشتر از 5 ماه است که از پسرش خط و خبری نشنیده است. گلروی 24 ساله را شوهرش اول به روسیه و سپس به سوریه برده است. این جفت فرزندانی از 6 ماه تا 7 ساله خود را هم به سوریه بردند. مقامات میگویند 200 نفر از شهروندان تاجیکستان فریفته گروه‌های افراطی شده و برای جنگ به سوریه رفتند. گلرخسار رفیعی و پرستار تاجیکی 3 ماه در اسارت یک قبیله عربی در یمن بود میگوید روزهای سیاهی را در این مدت پشت سر کرده است. گلرخسار که روز 10 فوریه از اسارت آدمربایان آزاد شد شام همان روز بر رادیوی آزادی گفت آزاد دادنم دست پاچ زنجیربند بود زدنم مردکو بسیار عذاب دادنم آبکات ندادنم یک وقت توالت رفتن نمانده آب ندادنم عذاب دادنم پول میخواستم بعدی یا اکاهاشون در ترمه بود است 5 سال روزه نبرامدگی بود است خواستیم که یا ترمه وی آزاد شد من دوستان ترمه وی آزاد شد بعد من جواب میدم. گلرخسار رفیعی برای که چند سال باز در یکی از شفاخانه‌های ولایت معریب در یمن کار میکرد افراد یک قبیله روز 29 اکتبر سال 2014 هره بودند و بعد از 105 روز آزاد کردند. شرط و شرایط آزاد شدنش معلوم نیست. مصاحبه کامل گلرخسار در وبسایت azadi.org. در یک همایش در شهر دوشنبه گفتند تعداد مبتلایان بیماری سیل در تاجیکستان طی سالهای اخیر کمتر شده است. با گفته نمایندگان وزارت بهداشت و تندرستی اگر سال 2012 در تاجیکستان از هر 100,000 نفر 193 نفر به سیل مبتلا می شدند ولی در سال 2013 بر حساب ارزیابی ها از هر 100,000 نفر 100 مرد و زن و یا کودک در تاجیکستان به این بیماری گرفتار شدند. در سال 2014 باشد همگی 83 بیمار به قید گرفته شد که این در دوام یک سال زیاده 7% بیمارشوی در بین گرفتارشوی و بیماری سیل در بین کودکان کاهش یافته است. در همایش دوشنبه در روز 11 فوریه برنامه نوی 5 ساله مبارزه با بیماری سیل در تاجیکستان معرفی شد که با کمک USAID و یا آژانس رشد بین المللی امریکا اجرا می شود. در تاجیکستان زمان جنگ شهروندی و سالهای مشکل بعدیان بنابر شرایط ناخوب زندگی گرفتاران بیماری سیل در کشور زیاد شدند. فرهاد مومینوف کوهنورد 25 ساله تاجیک که چندین قله بلند جهان را فتح کرده است میگوید برعکس سالهای پیشین طی چند ماه اخیر است که از طرف دولت تاجیکستان دستگیری نمی‌یابد. فرهاد روز 11 فوریه بر رادیو آزادی گفت از سبب دستگیری نیافتن نمیتواند به اکسپدیسی‌های بین المللی کوهنوردی برود و تاجیکستان را معرفی کند. فرهاد مومینوف تاکنون قله‌های بلندترین تاجیکستان همچنین قلعه البروس در اروپا و قلعه کلیمنجارو در افریقا را فتح کرده است. صحبت برنامه امروزه هم با فرهاد است. فرهاد چند وقت باز است که شما با یگان اکسپدیسیون نوی
کوهنوردی نرفتید و یا ما نشنیدیم در این باره. سبب چی هست؟ بله، پیش از همه گفتنی هستم که این سفرهایی که من نرفتم و سفرهایی که دعوت شده که بودم و اما با سبب‌های گوناگون، از اون جمله با سبب‌هایی که دستگیری نیافتم از طرف دولت، همین سفرهای من قطع شد. لیکن از طرف دیگر اگر قید کنیم، اگر پیش از همه این سفرهایی که نشد، من از دیگر طرف خارجی ها، از طرف دیگر شرکت های خارجی، از اون جمله توریست‌بران به یک درجه را دستگیری یافتم، رفته اشتراک کردم. البته با مورد است گفتم که نه در همه آنها، به خاطر که دستگیری خوب نبود از طرف دولت، مانند پیشینه، مانندی که وقتی سال‌های پیش دستگیری می‌یافتم از اون جمله از طرف کمیته جوان و ورزش و نزدیک جمهوری تاجیکستان، با همین خاطر سفرها هم بسیار گویم اگر که اکثریت آنها یعنی که از بین رفتند و وقتشون گذشتند و دیگر سیاحتیان، دیگر کوهنوردان رفته اشتراک کردند. و شما گفتید که از طرف دولت تاجیکستان سالهای اخیر یا عموما ماهای اخیر دستگیری کم می‌بینید. آیا با نمایندگان کمیته ورزش و سیاحی تاجیکستان مراجعه کردید؟ آنها چی میگویند؟ وقتی من 3 سال پیش با رئیس کشور اموالی رحمان برخوردم، خودی در نزد من، در حضور من، با وزیر پیشینه استاد ملکشاه نعمتوف فرمان داد، یعنی فرمان خودش داد که این پسر خودمون دستگیری کنیم، در آینده سیاحت‌های اینها رو مبلغ گذاری کنیم تا که مثلا از طرف دولت تواند تمام این سفرهای خودش را، اکسپدیسیون خودش را در دیگر دولت‌ها انجام دهند و در آینده مقصد به تاجیکستان برگشته ساحه توریسم تاجیکستان، ساحه کوهنوردی تاجیکستان رو پیش برد. و همین خیلی هم شد. استاد ملکشاه نعمتوف مدت 2 سال اگر دستگیری کرد از طرف کمیته، از طرف همه دیگر شرکت‌ها با سلای بلندترین افریقا برآمدم، خطه افریقا که به نام کلیمانجارو در مدت 31 ساعت برآمدم که یکی از رکوردهای جهانی شد، با خاطر که تیز برآمدم. بعد بود دیگر سیاحت‌ها بود به دیگر دولت‌ها که البته از طرف کمیته دستگیری می‌افتم و به واسطه هم سپاسگزاری زیاد می‌کردم. اما پس از آنی که استاد ملکشاه نعمتوف با سبب‌هایی که با وظیفه دیگر گذشت، با جای آن استاد دیگر آمد، این هم باشد عبدالرزاق رستمی ادهم، انا به این خاطر در اینجا تا یک درجه را گویم که با اومدن استاد و رئیس نو با کمیته، همین رابطه های ما که در بین ما بود، هم که من در دولت روسیه که جایگیر شدم از اینجا سفرهای من است، همین رابطه ها کنده شد. موضوع چاری و مشتن جوان شناخته تاجیک در انتخابات روز 1 مارس برای کرسی وکیلی در مجلس شهری دوشنبه مبارزه می‌برد. نامزدی موضوع چاری و از طرف حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان پیشنهاد شده است. موضوع روز 11 فوریه به رادیو آزادی گفت در صورت پیروزی در انتخابات برای رشد ورزش و پیشرفت جوانان سعی و کوشش می‌کند. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.